با شما، وقت شما بخیر. امیدوار هستم صحتمند سرحال باشین. در این ویدیو میایم در قسمت انستیتوت هر سازمانی که دارین بخش فاکولته ها را مدیریت یاد میگیریم. اینجا شما خواسته باشین یک فاکولته جدید یا یک پوانزه جدید ایجاد کنین، میاین مثلا پوانزه نامش می نویسین حقوق و علوم سیاسی. این ما به خاطر آسان بودنش فعلا کاپی میگیرم، دیگه راش می نویسم در کدام سال ایجاد شده، پوانزه تان او را میتونین بنویسین. اینجا علوم سیاسی آمد، روی از اینکه کلیک کنیم یک صفحه دیگه براش باز میشه، ریکاردهای مرتبط بهش نمایش داده میشه. ایجاد دپارتمنت هم میتونین بکنین در همین بخش و هم از اینجا میتونین، هم از قسمت دپارتمنت ها میتونین بیاین دپارتمنت ایجاد کنین. اینجا ببینین دپارتمنت علوم سیاسی رو انتخاب میکنم، نام دپارتمنت میزنم قضا و سارنوالی. قضا و سارنوالی سهش نداره، هارنوالی بنویسم. این کاپی میگیرم، دیتام پیست میکنم به خاطر که زود کار کنه. به این شکل ببینیم قضا سارنوالی آمد. اگر روی از این باز کلیک کنم یک صفحه دیگه باز میشه. اینجا گزینه هاست، شما میتونین برای هر دپارتمنت تان هر زمان که خواسته باشین فیس اضافه کنین. به خاطر از اینکه فیس اضافه کنین باید اول یک سمستر برش ایجاد کنین. مثلا بر کدام سمستر چقدر فیس شما میگیرین، میرین در قسمت سمسترها، در اینجا ایجاد سمستر میزنین، فاکولته را انتخاب میکنین، دپارتمنت را انتخاب میکنین، بعد سمستر نمبر سمستر 1 2 3 لیبل برش میمونین. مثلا صنف A B C D هر کدامش که باشه، مثلا ممکن دو تا سمستر 7 داشته باشین، دو تا سمستر 2 داشته باشین، سمستر 2 A سمستر 2 B. این قسم احتمالا نامگذاری میکنن داش. سالش هم میمونن که مربوط کدام سال میشه، 2026 2027 2025 هر کدامش که هست. ایجاد سمستر میزنین. این سمستر متصل به همو قضا سارنوالی باز میشه. سمستر 1 A 2026 قضا سارنوالی باز شد. حالا برمیگردیم به دپارتمنت ها. یک دپارتمنت رو انتخاب میکنیم، قضا سارنوالی رو انتخاب میکنیم، افزودن ریکورد فیس میزنیم، مقدار فیسش مثلا میگیریم 5600 افغانی. حالا این هم فیس سمستر ماست. بیره هر وقت که خواسته باشیم به شاگردا به همین سمستر ثبت کنیم، 5600 افغانی اتومات برای شاگرد ثبت میشه، یعنی 5600 افغانی. در اوج شما باز میتونید برشان تخفیف چیزی هم داشته باشین بتین که البته ما در بخش مدیریت شاگردان یا محصلین براتون جدا تشریح میکنم. در این ویدیو ما یاد گرفتیم که فاکولته ها، دپارتمنت ها و سمسترها و فیس سمسترها رو مدیریت بکنیم. وقت شما خوش، خدا نگهدار.